و با دستان خودشون بلیت مرگ رو بخرن و جنازه و خاکسترشون رو به خانواده تحویل بدن. سوختبری یعنی ترس از مرصاد، ترس از شلیک گلوله، ترس از مسیر و شبراه‌های طولانی، ترس از پلیس ناپاکستان، ترس از دزد، ترس از بیخوابی، ترس از واژگونی، ترس از خرابی ماشین، ترس از به آتش گرفتن جان، ترس از طوفان و سیل و غرق شدن، ترس تشنگی و هلاک شدن، ترس از مرگ، ترس از آخرین سفر. هیچ راننده سوختبری حاضر نیست این شغل رو از رو شکم سیری انتخاب بکنه که هفته ها شبانه روز بیخوابی بکشه، مگر اینکه برای لقمه نانی باشه برای خود و خانواده و فرزندانش. سوختبر ناچاره که این شغل انتخاب کرده. به سوختبر شلیک نکنه. شگان